شناخته در این صورت اساسی کی است؟ اش دانشجوان کتی مگامبو. این مردا که شناختیم کی هستن؟ Иш Мугамбо. Мугамбо кадомше? Это этот человек из киноиндустрии, да? Киноиндустрия, да? Актер, режиссер? Я думаю, нет, не актер, не режиссер. درود بیننده دیدی شبکه اجتماعی دلیر مالی امیدوارم شما خوب و خوش و سلامت هستید و سپاس از شما که صفحه ما را پیگیری دارید و در پیشروی نشست مطبوعاتی مؤسسه دولتی تاجیک فیلم که فردا باید برگزار شد ما یک نظرپرسی از مردم گذرانیدیم و حال نظرپرسی را همراه میبینیم و بعد از نظرپرسی باز چند نظر و اندیشه یکدیگر رو گوش میکنیم و منم چند از فکرام براتون خواهم گفت. رفتیم. سلام علیکم. چی کمک کنید صورت‌ها را یک بار ببین من داردم کدومش هم میشناسین یک نظرپرسی گذارونیم از مردم. این مردا که شناختیم کی هستن؟ Иш Мугамбо. Мугамбо кадомше? امراوش که از دستش تلفن. Донжуан. دونجوان. این صورتی تک بودگی کی است؟ این صورت کی است؟ Нашнохтам. نشناخته؟ Не. اش دانشجوان کتی مگامبو. دونجوان کتی موگامبو ایش کی است؟ اینش کی است؟ نشناخته؟ اینو کی؟ دوستمراد شریفوفش کی؟ دوستمراد شریفوف الهامجان شادی. دوستمراد الهامجان ها؟ بله. کدوم پارولو کتینو بازی میکنن کینو؟ ایش دانجوانش مگامبو. ایش کی است؟ ایش در فیلم دیدگیم روز که نامش نمیدونم. نامش نمیدونم. میبخشید رحمت کلام. سلام. اما جون کمک نکنین یک بار من با یک چی بخشش. یک بار کمک کنین ما بفهمم که این صورتا شما کدامش هم میشناسین با اجازه. از نسل میان سال هم یک بار بپرسیم که همیشه دیدم مسخره بوده ایش. اینو شدیده؟ مسخره بازن؟ تک در یک صورت دیگه است اونش کی است یک بار ببینیمش. نشناختیم کی است؟ میشناسم نامش نمیدونم. شما چی هم یک جانو شناختیم؟ این آدم هم نشناخته کی است؟ شما این آدم نکنید؟ سعیده. محمد سعید پیروف؟ یا بار ببینید بخشش تکش یک صورت دیگه است شما میشناسین اینو شو. او اکتر نیست. پیروف هم بدونه کدوم فیلم بازی کرده است؟ خب. سلامت باشین. Иш Мугамбо. ایش موگامبو؟ کدومش موگامبو؟ Иш. ایش که؟ Иш او вайко. عروسی زمانوی. خب این کی؟ این کی؟ ایشون نمیشناسیم که. نشناختین ایرا؟ ایشون وای نیستن. مجلسی نمایندگان کار میکنن. депутат می؟ Депутат. Давайте посмотрим. Мы никого не знаем. Я знаю, что вот кто-то этот человек из киноиндустрии, да? Киноиндустрия, да? Актер, режиссер? Я думаю, нет, не актер, не режиссер, он что А это инош ки инош? Вот более это. главный занимает. Ну это, скорее всего, актеры, судя по фотографии. Рахмат шумо бахшиш. Угадал или нет? Угадал. Спасибо вам. ама бахшиш шумо чӣ кӯмак кунед манда? شما از همین صورتایی که من میتونم شما یک بار ببینید کدامش هم میشناسید با اجازه. این بچه‌ها رو میشناسید شما؟ خب شناسم چی بود؟ هم تو خواستم فهمم که شما میشناسید اینا رو؟ میشناسم. کی هستن اینا؟ دیدم یک دهنکشا از تلویزیون برآمد میکنه. اکتورن؟ این من نمیدونم چی میخوام. اینش چی؟ نه نمیدونم. نمیشناسید؟ رحمت میبخشید. مگامبو که این موگامبو است. نه بچه توقیدور. توقیدور موگامبو است. این تلفندار چی؟ قطعاً. ایشا نشناختین؟ نه میشناسم میگم نامشون. نامشون نمیدونم. سه آدم است. شما بار بکنید میشناسی یگان تاشو؟ نه. نشناختی؟ رحمت. کدومش شناخته شما؟ چند فیلم باید؟ ایره ای کی هستی؟ در شوخی‌های لحظه‌های گوارا هستن کو؟ اکتورن؟ نه در سایت‌های اجتماعی بسیار می‌بینیم. سایت‌های اجتماعی دارن. فیلم میگیرن. چیکار میکنن؟ اینا چی میکنن؟ شوخی‌های لحظه‌های شوخی‌آور. شوخی‌آور این کی است؟
نشناخته خب ببینید این نظرپرسیرم به چی خاطر من گذاروندم چون در نشست مطبوعاتی سال پیش محمد سعید شاهیان معروف به محمد سعید پیروف گفته بودند که ما چند از صحیفه‌هایی را که برای تبلیغ و تهیه فیلم‌های تاجیکی مشغولن و با نام تاجیک فیلم کار میکنن تصمیم داریم که ببندیم. من نمیدونم که تا کجا آنها موفق شدن برای بستن این یا آن صحیفه، ولی من خواستم این نظرپرسی را بگذارم که مردم بیشتر کی رو میشناسند در کوچه. البته کارنمایی هایی که محمد سعید شاهیان برای سینما و برای ساحه صنعت و فرهنگ کردن این ستودن از جای پوشیده‌اش نیست، خصوصا همین تاسیس تلویزیونی سفینه و به حیث مشاور پرزیدنت کار کردن، به حیث معاون وزیر فرهنگ کار کردن، به حیث رئیس کمیته تلویزیون کار کردن و اینک 2 دوره به حیث دیرکتور کینو استودیو کار کردن. این جای بحث نیست، ستودن است و نقش‌های ماندگاری او در سینما به خصوص نقش واسه در فیلم اشک و شمشیر. ولی مشکل و مسائل اینجاست که یعنی مردم امروز متاسفانه بیشتر از محمد سعید شاهیان دیده دون ژوان میشناسند، هرچند ما هر دو را به صفت رنگه و با صفت خیلی خوب چاپ کردیم، ولی متاسفانه شما دیدید که مردم بیشتر دون ژوان و موگامبو میشناسند. خب درست که فیلم هایی که دون ژوان و موگامبو تهیه میکنن در سطح و صفت و اخلاق و عرف و عادت های ما جوابگو نیست، اینجای بحث نمیخواد. ولی میخواهم این که پیشنهاد کنم که چرا صحیفه چنین یک نفر را بسته شود، از اون که اینها اودیتوریا دارن، از اون که اینها بیننده دارن، از اون که اینها شرایط دارن، از اون که اینها شوق دارن. خوب نیست که محمد سعید شاهیان در نزد مؤسسه دولتی تاجیک فیلم یک کورس های رایگان استاد شاگردی تشکیل کند برای 3 ماه 5 ماه 6 ماه و این گونه بچه‌ای که فیلم می‌آفرند در عالم مجازی در اینترنت و اودیتوریا دارن و خواهش و ذوق و پول دارن، اونا را بیارد از سطح پروفسیونالی درس بدهد. هرچند بعضی آنها این مکتبا را گذاشتن، مکتبای عالی ختم کردن مثل همین دون ژوان که مکتب عالی اکتوری ختم کرد، ولی آنها را بودم نازوکی‌های فیلم آفرینی را آموزن، عرف و عادت و اخلاق‌ها و اینا را با استادها یک جای آموزن. فکر می‌کنم راه حل این است، نه اینکه بستنی صحیفه. البته اگر نصیحت کرده باشم عذر، ولی این واقعیتی بود که ما در کوچه‌های دوشنبه و در نزد کینوتئاتر وطن روبرو شدیم. در ضمن کینوتئاتر وطنی که همگی چند سال پیش با آمدن محمد سعید شاهیان تعمیر شد. خدا صفی چنین کینوتئاتر رو در تاجیکستان زیاد شود. ویدیو ما خوشتون آمد، توگمچه عالی مانید، خوشتون آمد توگمچه پایین مانید، نظر اندیشه تحلیلی بنویسید. همیشه 2 صحیفه را تبلیغ میکنم، صحیفه استاد فرقت سعید که بسیار صحیفه دیدنی است و صحیفه در این دیار که باید ببینید ویدیوهای خوب دارد. پادرود تا درودهای دیگر.